مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. گفتار دهم. در تصور ذات او را گنج کو، تا درآید در تصور مثل او. گنج شنوندگان عزیز در لغت اسم مصدر بوده از گنجیدن به معنی قرار گرفتن چیزی دیگر، کمی و کاستی، گنجایش و ظرفیت آمده است. آن شمس حقیقت گوجار در تصور آدمی می گنجد تا مانند او در تصورش آید. سوال می کند مولانا: در تصور چون حدیثی روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. هرگاه از روی شمس الدین تبریزی سخن به میان آید، خورشید آسمان از پرتو و جمال آن شرمگین می شود و روی خود را نهان می سازد. در اینجا لفظ شمس آفتاب مولانا را به یاد محبوب شمس الدین تبریزی انداخته است. شمس الدین محمد بن علی بن ملیک داد تبریزی از مردم تبریز بود که پیران طریقت بدو کامل تبریزی و مسافران صاحب دل بدو شمس پرنده می گفتند. به جهت سیران دائمی او ابتدا مورد شیخ ابوبکر تبریزی سلباف بود و چون کمالات او از حد ادراک مردم درگذشت، در طلبی اکمل برآمد و به سفر پرداخت. واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردن رمز از انعام او. مولانا میگوید چون که نام شمس تبریزی بر زبانم آمد، لازم است که شمه از انعام‌های معنوی او بازگو شود. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهن یوسف یافته است. این نفس در لغت به معنی این دم. اکنون حسام الدین که به منزله جان من است، چنگ در دامنم زده و از من مسررانه می خواهد که شمه از اسرار رابطه معنوی خود را با شمس تبریزی بیان کنم. حال او گویا همچون حال یعقوب است که بوی پیراهن یوسف را شنیده است. مصرع دوم اشارت است به آیه 94 سوره یوسف، یعنی حسام الدین به منزله روی کالبد من است. کز برای حق صحبت سالها، بازگو حال از آن خوشحالها. این بیت در جواب سؤال پیشین است. گویا که کسی میپرسد: یا حضرت مولانا، حسام الدین از تو چی درخواست کرد؟ مولانا در جواب میگوید: حسام الدین به من گفت که به حق سالهای همراهی و رفاقتی که با تو دارم، شمه از آن احوال خوب و خوشت که با شمس تبریزی داشتی برایم بازگو کن، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. تا از شرح احوال معنوی که تو با شمس تبریزی داشته ای، زمین و آسمان شادمان گردد و قوه عقل و جان دیده دل 100 مرتبه افزایش یابد. لا تکلفنی فانا فی الفنا، کلت افهامی فلا احصی ثنا. مولانا در جواب حسام الدین میگوید: چون من در حال فنای عارفانه هستم، مرا به تکلف و زحمت میفکن. یعنی فعل از من توقع نداشته باش که متعلق به عالمی صحو و هوشیاری است، چرا که من اینک در حال محو و فنا هستم، به دلیل آن که درک و شعورم از کار افتاده است و نمیتوانم مدح و ثنایی گویم. ثنا گفتن نشانی صحو و هوشیاری است و کسی که بیخویش و مستغرق باشد، رسوم آثارش در مشهود خود فانی و مضمحل شود و بیانش منقطع گردد. در حدیث به این معنی آمده است که پروردگارا، از خشم تو به خوشنودی تو پناه برم و از کیفر تو به بخشایش تو و از تو به تو پناه برم. تو را ثنا گفتن نتوانم آنسان که تو خود را ثنا گفته ای. کل شیء قاله غیر المفیق، این تکلف او تسلف لا یلیق.
هر چیز را که انسان در حال محو به خوشی گوید، آن کلام را نتوان در حال سهو و با خوشی درگرد. و اگر کسی به تکلف و لافزنی بخواهد آن سخنان را دریابد، چون این حالت سزاوار مقام آدمی نیست. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. مولانا میگوید من چگونه میتوانم احوال آن یاری بی‌نظیر و بی یاری را شرح دهم، در حالی که حتی یک رگم هوشیار نیست. هرچی این که معشوقم گویم، چون در حالت محو و مستی هستم، سخنانم را هوشیاران درک نمیتوانم کرد. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقتی دیگر. ای حسام الدین چلبی، فعلا شرح این هجران و این خون جگر را کنار گذار. به وقتی دیگر، یعنی اکنون از من توقع نداشته باش که چگونه هجران و خون دلم را از آن معشوق بر زبان رانم، زیرا من در حالت استغراق و بیخوشی به سر میبرم. قال اطعمنی فانی جایعون واعتجل فالوقت سیف قاطعون. حسام الدین چلبی به مولانا گفت به من طعام معنوی بیده که گرسنه‌ام و در این باره بشتاب که زمان همچون شمشیری تیز سریعا می‌گذرد. وقت در اینجا معنی عارفانه دارد. در شرح بعدی چنین میگوید مولانا: صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. طریق در اینجا با معنی راه سلوک، یعنی طریقت آمده است. حسام الدین ادامه داد: ای رفیق طریق، صوفی ابن الوقت است، یعنی زمان را تلف نمی کند، زیرا فردا گفتن. شرط سلوک طریقت و طی منازل و مراتب معنوی نیست. ابن الوقت در مثنوی معنی مختلف دارد. یکی به معنی کسی است که زمان را از دست نمی دهد و حال را غنیمت می شمارد و هر لحظه به فکر کمال بخشیدن به خود است و این تعبیر با معنی امروزی آن کاملا متفاوت است، زیرا ابن الوقت در زمان ما جنبه منفی دارد و به معنی فرصت طلب و کسی است که به اصطلاح نان را به نرخ روز می خرد. معنی دیگر ابن الوقت سالکی است که هنوز از مرتبه حال گذر نکرده و به مقام نرسیده است. سالکی که به مقام رسیده باشد ابوالوقت گویند. در بیت دیگر مولانا می گوید: تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نستی خیزد نیستی. تو ای مولانا مگر مردی صوفی نیستی که میگویی این زمان بگذار تا وقتی دیگر، زیرا هر آن چیز که وجود داشته باشد و داده نشود و به زمان بعد گفته شود دوچار نیستی و تباهی می شود. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. من به حسام الدین گفتم بهتر است که سر یار پوشیده باشد تا که نامحرمان از آن آگاه نشوند. تو خود گوش و هوشت را باز کن تا اسرار یار را در ضمن حکایات دریابی. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بهترین است که اسرار محبوبان حرم الهی در اثنای سخنان دیگران بیان شود. خانم پروفسور انمار شمیل باغ گفته است که دو بیت اخیر کلید فهم تمام سروده های مولانا است. سخنان بهاءالدین ولد در مثنوی ولدنامه نیز در این باره گفته است. گفت مکشوف و برهنه گوی این، آشکارا به که پنهان ذکر دین. شنوندگان عزیز، اینجا دو سه لغت است که آنها را اول میگویم پس به شرح میپردازیم. مکشوف به معنی بی پرده آشکارا، غلول دزد و خیانت، بی غلول مجازاً یعنی بی کم و کاست، دفع دادن واپس زدن، از سر خود وا کردن یعنی بهانه آوردن. بوالفضول کسی که دارای فضیلت ها باشد، مثلا ابوالفضل، ابوالفضائل.
معنی بعد این است که حسام الدین گفت ای صاحب فضیلت‌های بسیار، اسرار یار را آشکارا و برهنه و بیکم و کاست برایم بازگو کن و بهانه میاور. پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با صنم با پیرهن. از روی اسرار یار پرده بردار و برهنه و آشکارا از او سخن بگو که من با محبوب و عروس حقیقت که پوشیده و محتجب باشه در یک جا نمی خوابم. یعنی من شاهدی حقیقت را برهنه و بی حجاب می خواهم. گفتم ار عریان شود او در عیان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. به حسام الدین گفتم میگوید مولانا اگر ذاتی آن محبوب حقیقی آشکارا نمایان شود و او با ذات خود تجلی کند، نه تو میمانی و نه کنارت و نه میانت. یعنی در سری تجلی آن یار بیار به کلی محو و فنا خواهی شد. بدین جهت است که حضرت حق همراه در پس پرده ها و ظاهرها روشن شود تا خلقان تاب او آرند. مولانا این مطلب را به نثر باز گفته است. حق تعالی این نقاب ها را برای مصلحت آفریده است که اگر جمال حق به نقاب روی نماید ما طاقت آن نداریم و بهره‌مند نشویم. به واسطه این نقاب ها مدد و منفعت میگیریم. این آفتاب را میبینی که در نور او میرویم و میبینیم و نیک را از بد تمییز میدهیم و در او گرم میشویم و درختان و باغ‌های مثمر میشوند و میوه ها خام و ترش و تلخ در حرارت او پخته و شیرین میکردند و معادن زر و نقره و لعل و یاقوت از تأثیر او ظاهر میشوند. اگر این آفتاب که چندین منفعت میدهد و وسایطی اگر نزدیکتر آید هیچ منفعت ندهد، بلکه جمله عالم و خلقت بسوزان و نمانند حق تعالی چون برکو به حجاب تجلی می کند. او نیز پر درخت و پرگل و سبز و آراسته گردد و چون به حجاب تجلی کند او را زیر و زبر و ذره ذره می گرداند. آرزو می خواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. ای حسام الدین، آرزو مطلوب داشته باش ولی اندازه نگه دار که اندازه نکوست. یعنی به اندازه استعداد طلب درک حقیقت کن نه بیشتر. چون که مثلا یک برگ کاه نمیتواند سنگینی کوه را تحمل کند. آفتاب کزوه این عالم فروخت، اندک گر پیش آید جمله سوخت. به عنوان مثال همین آفتاب که همین جهان را روشن کرده است اگر اندک بیش از حد خود به سوی این جهان نزدیک شود همه را می سوزاند. فتنه و آشوب و خونریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. ای حسام الدین، بیش از این درباره شمس تبریزی سخن مگو و طالب فتنه و آشوب مشو. این ندارد آخر از آغاز گو، رفت تمام این حکایت بازگوی. شرح و بیان اسرار شمس پایان ندارد، پس اینک برفت از ابتدای حکایت آغاز کن و همه ماجرای کنیزک را بازگو کن. خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهتی دریافتن رنجی کنیزک. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خویش و هم بیگانه را. طبیب الهی به شاه گفت شاها خانه را کاملا خلوت کن و هیچ کس از محرم و نامحرم در آن نباشد، فقط من باشم و کنیزک. کس ندارد گوش اندر دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. کسی حتی در سرسرای خانه هم نیستد و به سخنان ما گوش ندهد تا من در گفتگو با کنیزک سوالات خصوصی و سرپوشیده از او بکنم. خانه خالی موند و یک دیار نه،
جز طبیب و جز همان بیمار نه. دیار در این شنوندگان عزیز به معنی صاحب سرا، ساکن خانه آمده است. خانه از مردم خالی شد و در آن سرا کسی جز آن طبیب الهی و آن کنیز دیگر کسی نماند. نرم نرمک گفت شهری تو کجاست، که علاج اهل هر شهر جداست. آن طبیب الهی با لحن نرم و ملایم بدان کنیز بیمار گفت شهر تو کجاست، یعنی اهل کجایی، زیرا که اهل هر شهر درمان جداگانه دارند. طبیبان قدیم برای هر یکی از شهرها به اعتبار نزدیک و دوری از خط استوا و قطب شمال و پستی و بلندی و نزدیکی و دوری از کوهستان و دریا، نوع زمین و غیره میزاج قائل بودند و شرط کردند که طبیب به هر شهری که می رود باید که از طبیعت هوا و آب و غذاهای آن دیار معلوماتی داشته باشد. و اندر آن شهر از قرابت کیستد، خویشی و پیوستگی با چیستد. طبیب الهی افسود ای کنیز، در آن شهر با چه کسی خویشاوندی و با چه کسی بیگانه ای و کلاً روابط تو با دیگران چگونه است؟ دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک. طبیب دست بر نبض کنیزک نهاد و از جفاهای روزگار یکان یکان می پرسید. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سری زانو نهد. به عنوان مثال کسی که خار به پایش فرو رود، پایش را روی زانویش می گذارد تا خار را پیدا کند. و سری سوزن همی جوید سرش، ور نیابد می کند با لب ترش. این شخص که خار در پایش خلیده با سری سوزن خار را جستجو می کند و اگر خار را نیابد با لبش محل فرو رفتن خار را تر می کند تا بتواند آسانتر خار را پیدا کند و بیرونش آورد.